جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان حسیس و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی هستم با سوالات بینندگان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، همونطور که میدونید از چندین روش شما میتونید که با ما در تماس باشین، از طریق تماس تلفنی، از طریق SMS، از طریق پیام هایی که به آدرس برنامه میفرستین و همچنین از طریق پیام های صوتی که میفرستین. امروز قصد داریم که با پیام هایی که از طریق صوتی حسمه فرستادین برنامه را آغاز بکنیم و چند تا سوال از پیام های صوتی شما عزیزان را بگیریم و بعد به تماس تلفنی شما عزیزان بپردازیم. اولین تماس صوتی بیننده را پخش کنید. سلام علیکم. من غلام هستم از ولایت ایراد و مسئول چشم شهری. میخواستم درباره نماز یه سوالی بکنم. جای نماز وایستاده یه دفعه یکی صدا میکنه فلان من یه چیزی میخوام، اگر طرفی اشاره کنین چی میشه؟ اینه جواب شما من بدین ممنون میشم. تشکر میکنم از این بیننده گرامی و جناب مولانا سوال واضح بود. بفرمایید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در میان فقها این امر مسلمی هست که حرکت یسیر و کم که در نماز اتفاق بیفته بنابر نیاز، این هیچ گونه اشکالی در نماز به وجود نمیاره. یعنی حرکت یسیری باشه، حرکت کمی باشه در نماز، در حد یک اشاره باشه، یک تکان خوردنی باشه، یک قدم جلوتر یا عقب‌تر رفتن باشه به خاطر یک ضرورتی، هیچ گونه اشکالی در نماز به وجود نمیاد. و در روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا در نماز خودشون اگر موردی پیش می اومد اشاره می کردن و همچنین نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت امامه رضی الله تعالی عنها را که نوه ایشان بود در هنگام نماز بر دوش خودشون حمل می کردند. یعنی وقتی که در حالت قیام ایستاده بودند اونو در آغوش می گرفتند و وقتی که به سجده می رفتند اونو بر روی زمین می گذاشتند. و در مورد اشاره روایت صحیح اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که امام نسائی رحمت الله علیه اونو نقل کرده از حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه که ایشان میگه یک روزی من رفتم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشان در حالت نماز بود و من متوجه نشدم و به ایشان من سلام دادم در حالتی که ایشان مشغول نماز بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با اشاره جواب سلام مرا دادند. با اشاره جواب سلام به صلاح صهیب را دادند. این استنباط می شود که اگر در حد یک اشاره باشه به عنوان جواب سلامی باشه، دست بلند کردن باشه، هیچ گونه اشکالی نداره. انسان اونجایی که دست بسته و مشغول نماز هست اگر کسی سلام داد میتونه دست رو بلند بکند بدون اینکه جمله رو بر زبان تکرار بکند، یا اگر کسی سوالی کرد و خیلی ضروری بود و که باید فوراً جوابش رو میداد، اون گونه که این بیننده من گفتن اشاره بکنه که
مثلا فلان چیز کجا هست اشاره بکنه که اونجا هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره در این زمینه. و حتی در روایت اومده که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که یک مرتبه من بیرون از خانه بودم، میخواستم برم وارد منزلم بشم و در زدم، رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالت نماز بود و دری که داشتیم روبروی قبله بود. میاد رسول الله صلی الله علیه وسلم اومدن جلو، در رو باز کردن، دوباره عقب رفتن. یعنی به خاطر نیاز این مقدار حرکت کردن در نماز یا اشاره کردن بنابر ضرورت هیچ گونه اشکالی در نماز به وجود نمیاره. درست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که پیام صوتی بعدی بیننده را پخش کنم. الو، سلام قربان، خیلی ممنونم از برنامه‌تون. یه سوال داشتم خدمتتون قربان. معذرت میخوام، غذا دادن به سگای گرسنه از نظر شرعی ثواب داره؟ غذا دادن به سگ‌های گرسنه، اون سگی که به بچه شیر میده، غذا دادن به اونها از نظر شرعی ثواب داره؟ و حدیثی هم در این باره داریم از پیامبر اسلام یا نه؟ خیلی ممنون میشم، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم بیننده گرامی. سوالشون در مورد غذا دادن به سگ یا حیوانات دیگری که باشن. در این زمینه روایاتی صحیح اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم و خصوصا در مورد غذا دادن یا آب غذا دادن به سگ. روایتی از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است، در صحیحین هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می‌کردند که یک مردی به راهی میرفت و دید که یک سگی از به خاطر شدت تشنگی همین خاک‌هایی رو که دور بر چاه هست اینها را می‌خورد و دهان می‌زند و احساس کرد که این سگ هم مانند من در واقع تشنه هست. اون مرد رفت داخل چاه و از چاه آب بیرون آورد و به این سگ آب داد و در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که فشکر الله له فغفر له. الله متعال به سپاس این کارش و به خاطر قدردانی به این که سگ تشنه را آب داده، الله متعال گناهان اون رو بخشید. یکی از اصحاب سوال کرد که یا رسول الله و ان لنا لاجرا فی البهائم، آیا در حیوانات یعنی کسی احسانی بکنه به حیوانات یا به سگی آبی بده، به حیوانی دیگر غذایی چیزی بده، آیا در این هم ما یک اجری داریم و این برای ما مزد و پاداشی رو داره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فی کل کبد رطبة اجر. هر حیوان زنده و موجود زنده ای را که شما بهش احسانی بکنید، بهش آب و غذایی بدهید، این در واقع باعث اجر و ثواب میشه و چه بسا که باعث بخشیده شدن گناهان شما بشود. و روایت دیگری باز هم در صحیحین هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که خیلی معروف هست، زن بدکاره و فاحشه ای که الله متعال صرفا اون رو به خاطر این که به یک سگ تشنه آب داده بود، الله متعال از تمام گناهان اون صرف نظر کرد و اون را بخشید. از بنابراین احسان کردن چه به انسان باشد، چه به انسان مسلمان یا انسان حتی کافری باشد و حتی اگر به حیوانات هم باشد، الله متعال قدر این احسان و نیکی شما را میداند و این چه بسا که سبب بخشوده شدن و آمرزیدن گناهان شما بگردد. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطفاً تماس بعدی بیننده رو پخش کنید، تماس صوتی. علیکم و رحمت الله. امیدوارم در پناه الله سالم و سلامت باشید. بنده عبدالله هستم از ایران. 2 سوال داشتم. یکی این که استفاده از کرم مرطوب کننده، نرم کننده یا هر نوع کرم دیگری برای وضوء اشکال شرعی دارد؟ وضوعش درست است یا نه؟ و سوال دوم این که مثلا این ساعت مانده به نماز عصر خوابم ببره، وقتی بیدار میشم مثلا این ساعت از اذان عصر گذشته، نمازمو بعد از خواب میخونم. حکم شرعی در این مورد چیه؟ آیا درسته؟ گناه داره نداره؟ متشکرم اگر جواب بدید. خیلی ممنون. الله یار و نگهدار شما باد.
الله یار نگهدار شما نیز باد. تشکر میکنم از شما. و سال اولشون استفاده کردن از مواد مانند کریم یا روغن، وازلین و امثال اینها بنابر نیاز بدن هیچ گونه اشکال شرعی ندارد، از نظر اصلی جایز است و اگر کسی بعد از وضو اینها را استفاده بکنه هیچ تأثیری بر وضو نداره، یعنی جزء شکننده های وضو شمرده نمیشوند. و اگر قبل از وضو اینها را استفاده بکنه، یعنی بدنش رو مثلا وازلین زد یا روغن زد یا با کریم دیگر مرطوب کننده استفاده کرد، باز هم هیچ گونه اشکالی در وضو ندارد. اینها مانع از رسیدن آب به پوست بدن نیستند. یعنی اگر کسی روغنی استفاده کرد، دستش بدنش چرب بود یا وازلینی بود، کریم یا هر مورد دیگری باشد، اینها مانع رسیدن آب نمی شوند و وضویی که شما بعد از آن میگیرید از نظر شرعی هیچ گونه اشکال ندارد و جایز هست، مگر در صورتی که موادی که بر دست یا صورت مالیده می شود جرم داشته باشد، یعنی نهایتا تبدیل به یک لایه‌ای بشود که مانند یک لایه از پلاستیک مثلا جدا بشود، که یک حالت جداگانه هست. اگر در صورتی باشد که به یک جرم داشته باشد و یک لایه ایجاد بکند بر روی بدن و بر روی پوست که اون با قابل برداشتن هست، مثل یک کاغذ یا یک پلاستیک از روی پوست کنده می شود، در این صورت این مانع از صحت وضو می شود و وضو درست نیست. حتما باید این مورد رو برداشته بشه، مانند لاک ناخن یا بعضی از کرم هایی که به عنوان یک طبقه و یک لای بر روی پوست میمانند. اما کرم های عمومی و وازلین یا موارد دیگر، روغن هایی که اصلا استفاده می کنند و لایه ایجاد نمی کنند، فقط صرفا بر روی دست و صورت هستند، ولو این که چربیش باقی مانده باشد، مانع از صحت وضو نیستند. وضو و غسلشون چون این افراد درسته و این اتفاقات در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم می افتاده و مردم معمولا سرهای خودشون رو یا دست و پا و صورت خودشون را روغن می‌زدند و حتی سنت از رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کردند که شما روغن زیتون را استفاده بکنید و حتی بدن خودتان رو به خاطر اینکه مرطوب باشه و پوستش زنده و خوب باشه میتونید از این روغن استفاده بکنید. استفاده از روغن ها در زمان قدیم به عنوان کرم هایی که امروزه وجود دارند این داب بوده، مردم استفاده می‌کردند و مانع وضو هم نمی‌شده و امروزه هم مانع وضو نیست، مگر در صورتی که یک جرم و لایه اضافی بر روی پوست ایجاد بشود. درست. اثر دومشون در مورد خوابیدن. در مورد نماز، وقتی که انسان از وقت اذان مثلا خواب افتاد و بعد وقتی که بیدار شد وقت نماز گذشته بود یا وقت جماعت گذشته بود یا اذان گفته بودن، به هر صورت حکم شرعی این است که وقتی که انسان اگر احتمال میدهد که به نماز بیدار نمی شود، بهتر این است که صبر بکند و تحمل بکند، بعد از نماز بخوابد، یعنی راهی رو و راهکاری رو انتخاب بکنه که نماز رو بتونه سر وقت بخونه. اما بالفرض اگر کسی به خاطر خستگی زیاد خوابش برد و وقت نماز هم از اون گذشت و فوت شد، اشکال شرعی ندارد، یعنی چنین فردی گناهکار شمرده نمی شود و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که خواب افتاد یا نمازی رو فراموش کرد، به محض این که از خواب بیدار شد یا بیادش اومد که نماز رو نخونده، نماز رو دوباره بخواند و کفاره غیر از این ندارد. یعنی شما نیم ساعت یک ساعت بعد از عصر مثلا بیدار شدی، ولی اینکه بعد از مغرب بعد از غروب آفتاب شما بیدار شدید، حکم شرعی این است که اول نماز عصر رو بخوانید، بعد نماز مغرب رو بخوانید و هیچ کفاره دیگری و گناهی برگردن شما نیست. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زیادین هستم از افغانستان، ولایت بادغیس. وقت دیروز من سوال کردم که این مولوی صاحب عبدالرحمن توضیح داد که اطلاع از مردا تکبیر تحریمه دست بالا کردن تا برابر شانه، ولی در مذهب احناف در اول هدایت شریف در فقه آورده که تا برابر آذنا، یعنی در برابر گوش نرمی گوش بگیرن. این جواب میخوام. بعدم اهل تشیع در وقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آیا بودن یا نبودن؟ این دو مسئله تشکر از شما. جزاکم الله خیر.
سال اولشون در مورد رفع یدین در هنگام نماز، به صورت کلی خود رفع یدین یکی از سنت های نماز هست. رفع یدین یعنی بلند کردن دسته ها در هنگام تکبیر گفتن، چه تکبیر تحریمه باشد یا تکبیرهای بعدی باشد، رفتن به رکوع یا برخاستن از رکوع باشد. رفع یدین در تمامی این موارد سنت هست و فرض و واجب نیست. یعنی اگر کسی انجام نداد یا به اون کیفیتی که باید انجام بدهد انجام نداد، هیچ گونه اشکال شرعی به وجود نمیاد و نمازش کاملا صحیح است. و در مورد این که در هنگام تکبیر تحریمه یا تکبیرهای دیگر، یعنی تکبیرات انتقال، دسته ها تا کجا بلند بشود، روایت متعددی آمده از رسول الله صلی الله علیه وسلم. در روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم هست، در این روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم دسته ها را تا برابر شانه ها بلند می‌کردند. دسته های خودشون را تا برابر شانه ها بلند می‌کردند، یعنی دقیقاً به این صورت که دسته ها مساوی باشند با شانه ها و دقیقاً همون کیفیتی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زنها دسته های خودشون رو بلند میکنن. روایت این است: کان یرفع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلاة و اذا کبر للرکوع و اذا رفع رأسه من الرکوع، که رسول الله صلی الله علیه وسلم دسته های خودشون رو به اندازه برابری شانه ها بلند میکردند زمانی که نماز رو آغاز میکردن، یعنی تکبیر تحریمه، و هنگامی که تکبیر میگفتن برای رفتن به رکوع و هنگامی که از رکوع برمیگشتن، و همچنین وقتی که سمی الله لمن حمده میگفتن وقتی که از رکوع بلند میشدن همین کار رو انجام میدادن. این در حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است. منتها در روایت دیگر هم ثابت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم دسته ها را برابر گوشه ها هم بلند کردند، یعنی به اندازه بالاتر از این برابر شانه ها هست و برابر گوشه ها به اندازه بالاتر باشه، به اندازه بالاتر. این هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است و اتفاقا روایتش هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو تا آمده. روایت صحیح است از حضرت مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه است که میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بهما اذنیه، که وقتی که تکبیر میگفت دستای خودش رو بلند میکرد حتی یحاذی بهما اذنیه، بگونه ای که دسته ها را تا مقابل گوشاش قرار میداد، یعنی به موازات گوشا قرار میداد. و جالب این است که حتی در این روایت حضرت مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه که مستدل احناف است برای این که دسته ها در هنگام رفع یدین در این تکبیر تحریمه باید به موازات گوشه ها باشند، این در خود این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در هنگام تکبیر تحریمه دسته ها را بلند می‌کردند تا موازات گوشه ها و هم در هنگام تکبیر رفتن به رکوع و هم تکبیر و سمی الله لمن حمده گفتن و برخاستن از رکوع. و روایتش این گونه است که کان اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بهما اذنیه و اذا رکع رفع یدیه حتی یحاذی بهما اذنیه، وقتی هم که رکوع می‌کردند دسته ها را بلند می‌کردند به موازات گوشه ها. و روایت دیگری در سنن نسائی اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که روایت صحیح هم هست، در اونجا اومده که حتی یحاذی بهما فروع اذنیه، حتی یحاذی بهما فروع اذنیه، که دسته ها رو بلند میکرد تا موازات نرمه گوش، به اندازه لاله گوش به این اندازه بلند میشد. فقهای احناف که یعنی ابتکاری رو به خرج دادن در این زمینه و اینا تقریبا 3 روایت هست و 3 حدیث هست که در این زمینه روایت شده. روایت اول به برابری شانه که در صحیح بخاری و مسلم هست، روایت حضرت عبدالله ابن عمر هست، و روایت بعدی که روایت حضرت مالک ابن حویرث بود به موازات گوش ها هست که برابری گوش ها بلند می‌کردن، و روایت بعدی که در سنن نسائی هست یک مقدار پایین‌تر، یعنی بین شانه و بین گوشه ها. فقهای احناف گفتن به گونه‌ای دست‌ها رو بلند بکنند که بر هر 3 حدیث عمل بشود، بر هر 3 حدیث عمل بشود، یعنی به این کیفیت که وقتی دست‌ها رو بلند می‌کنند این بند دست به موازات شانه باشه و انگشت به اصطلاح ابهام به موازات نرمه گوش باشه که روایت سنن نسائی هست، و انگشت‌های دیگر به موازات خود گوش یا بالای گوش میشوند که به این طریق بر هر 3 حدیث در واقع عمل میشوند. اما واقعیت این است که هر 3 مورد از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت
روایت هست و هر سه مورد هم سنت هست و خود اصل رفع یدین کردن هم سنت هست و تا چه جایی بلند کرده بشوند این هم جز سنت هست و روایت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه که مستدل احناف هست برای نمازی که زنها میخونند، یعنی این که این روایت رو قبول دارند و برای نماز زنها از این روایت استفاده میکنند. هیچ گونه اشکالی نداره. بهتر و اولاتر این است که عرض کردم بارها که نماز زن و مرد یکی هست. این دست‌ها رو زن و مرد باید به اندازه شانه ها عمل بلند بکنند مانند روایت حضرت عبدالله بن عمر که جمهور فقها هم نظرشون این هست. اگر کسی یه مقدار بالاتر بلند کرد به اندازه نرمه گوش یا حتی یک مقدار بالاتر که به موازات گوش رسیده باشه باز هم بر حدیث عمل کرده و هیچ گونه کار خلافی رو انجام نداده. به اتفاق فقها این مورد هم جایز هست. و در مورد قضیه این که شیعه آیا در زمان رسول الله بوده؟ شیعه رو ما میدونیم که گونه که خود شیعه هم اعتراف کردن، نوبختی و قومی و دیگران اعتراف کردند که عبدالله ابن سبع یهودی بوده که برای نخستین بار آنچه را که امروزه جز عقاید اساسی شیعیان شمرده می شود اینها را اختراع و ایجاد کرده و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اعتقادی و همچنین در زمان رسول الله یا در زمان خلفای ثلاثه کسی چنین اعتقادی رو نداشته. عبدالله ابن سبع یهودی بود که بحث وصایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه را که ایشان امام معصوم هستند و منتخب از جانب الله متعال هستند و باید بعد از رسول الله ایشون باشند و بقیه صفاتی رو که نسبت دادن به حضرت علی رضی الله تعالی عنه اولین بار این صفات رو بنابر روایات خود شیعه و کتب فرق و مقالات خود شیعه اولین کسی که این کار رو انجام داد عبدالله ابن سبع یهودی بوده و در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اسمتی وجود داشته به این تعبیری که شیعه میگویند و نه اذانی مثل اذان شیعه وجود داشته و نه وضوئی مثل وضوی شیعه وجود داشته و نه امامتی وجود داشته و نه کسی قائل به علم غیب بوده و نه کسی قائل به خمس بوده، خمس مکاسب و بقیه مواردی که جز مشخصه های مذهب شیعه هستند. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه هیچ گونه اثری از اونها نیست. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطفاً پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. با سلام از تهران تماس میگیرم و یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم واقعا حضرت علی در خانه کعبه به دنیا آمده؟ این چیزی که آخوندا به ما میگن. محسن هستم از تهران. با تشکر. شکر بیننده گرامی و سوالشون. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اهل سنت و الجماعت ارادت خاصی بیشون دارن، جزء عشره مبشره هستند، جزء مهاجرین اولین هستند، جزء پیشگامان مسلمانان هستند، پیشتاز بودن در اسلام آوردن و همیشه در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، جزء اهل بیت رسول الله هستند، داماد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند و فضایل بیشماری رو که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارند و با روایات صحیح نزد اهل سنت و الجماعت ثابت شده. این هیچ گونه به اصطلاح اشکالی نداره و قابل انکار هم نیست و فضایلی رو که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارن بسیار بالاتر و بزرگتر از این هست که در حد به دنیا آمدن در خانه کعبه باشه. بالفرض این که تولد حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خانه کعبه هم ثابت شده باشد، این بالفرض این که این مورد رو فضیلتی هم بشماریم، فضیلت بسیار پایینی هست در مقابل فضایل بسیار والایی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارند. این موردی در واقع شمرده نمی شود. منتها از نظر سندی و روایی وقتی که نگاه میکنیم سند صحیحی برای این مطلب وجود ندارد. سند صحیحی که ثابت بکند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خانه کعبه متولد شدند هیچ گونه سند صحیحی وجود ندارد و تمام نقولات تاریخی که در این زمین آمده اشکال دارند و حتی اون کسانی که ولادت علی رضی الله تعالی عنه را در خانه کعبه ذکر کردن مانند حاکم نیشابوری در کنار اون آمده و ولادت حکیم ابن حزام را هم در خانه کعبه نقل کرده، از مصعب زبیری نقل میکند این قضیه رو که حکیم ابن حزام در خانه کعبه در واقع به دنیا آمده و عرض کردم که سند صحیحی برای این که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در خانه کعبه به دنیا آمده باشند وجود نداره و خانه کعبه ما میدونیم که
سیدنا علی رضی الله تعالی عنه حدود 8 سال تقریبا قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند و خانه کعبه در آن زمان حتی تا قبل از فتح مکه بت‌های مشرکان در آن بودند، یعنی 360 تا بت در داخل خانه کعبه و در پیرامون کعبه بودند و ولادت در کنار بت‌ها فکر نمی‌کنم که فضیلتی باشه. عرض کردم که بالفرض این که فضیلتی حساب بکنیم، فضایل دیگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آنقدر زیاد هست و آنقدر قوی هست و واضح و آشکار هست که نیازی نیست که این مورد رو هم به فضایل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اضافه بکنیم. اضافه بر این که ما می‌دونیم که یکی از احکام شرعی که برای مساجد به صورت کلی و مسجد الحرام هست این است که زن‌های حایضه، زن‌هایی که در حالت عادت ماهیانه هستند یا در حالت بعد از نفاس هستند یا حتی در حالت جنابت هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین افرادی رو حتی اجازه نمیدادند که وارد مسجد بشوند. حتی وارد مسجد بشوند هم رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو اجازه نمیدادند، چه برسد به این که خانه کعبه و مسجد محل زایمان در واقع باشه. زن حایضه اجازه ندارد که وارد مسجد بشود، از مسجد در مسجد بنشیند، چه برسد به این که ما بگیم که اینو یک حکم شرعی قرار بدیم که در مسجد زایمان بکنند. و عرض کردم که از نظر سندی سند درستی نداره و بالفرض آن که ثابت شده باشد فضیلتی نیست و بالفرض این که فضیلتی هم شمرده بشود فضیلتی بسیار پایین و اندک هست در مقابل بقیه فضایل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قابل ذکر نیست. جزاکم الله خیر. عطا فرمان خواهش میکنم که پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. الو سلام. من جواب می‌خواستم بپرسم وقتی سجده میتونه دعا کنه پیش خدا؟ این سوال می‌خواستم بپرسم. من از ایران تماس می‌گیرم از ولی خدا. تشکر میکنم بنده گرامی. بفرمایید. بله، در مورد دعا کردن در هنگام نماز و یعنی در حالت‌های متفاوتی که در نماز هست روایت متعددی اومده. دعا کردن در حالت قیام، یعنی در دعای استفتاح و آغازین دعای نماز انسان دعا بکند، جایز هست در سجده دعا بکند یا در التحیات در واقع بعد از خوندن درودها دعا بکند. اینها ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در روایت صحیح مسلم میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اما الرکوع فعظموا فیه الرب، در هنگام رکوع شما تعظیم الله را به جا بیاورید، یعنی سبحان ربی العظیم، کلماتی رو بگویید که بیان عظمت و بزرگی الله متعال باشه. و اما السجود فاجتهدوا فی الدعاء، و اما در هنگام سجده تلاش بکنید، زحمت بکشید برای دعا کردن، یعنی زیاد دعا بکنید. فقمین ان یستجاب لکم، سزاوار هست که الله متعال دعای شما را قبول بکند. به خاطر اینکه در روایت دیگر از روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه آمده که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به پروردگار خودش دارد همون حالتی هست که انسان سرش را به سجده گذاشته. این نزدیکترین حالتی هست که انسان میتواند به الله متعال در واقع نزدیک باشد. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاکثروا من الدعاء، به این خاطر در هنگام سجده شما زیاد دعا بکنید. نه تنها دعا کردن جایز هست در حالت سجده، چه در نماز فرض باشه یا نفل و سنت باشه، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به زیاد دعا کردن دادن. فاکثروا من الدعاء، زیاد دعا بکنید. هم رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی با زبان خودشون قولا دستور دادند به این که ما در حالت سجده دعا بکنیم و هم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سجده در واقع خودشون هم دعا میکردند. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد این دعا رو در رکوع و سجده خودشون میخوندند که سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، که این دعا رو هم در رکوع میخوندند و هم در سجده میخوندند. و دعای دیگری که در حالت سجده اومده این است که اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره، و دعاهای دیگری که در این زمینه اومده. اینها جز دعاهایی است که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر دعای دیگری را که شما بلد باشید میتوانید که این دعا را در سجده بخوانید. بعد از اینکه تسبیح رو
رو بخون، سبحان ربی الاعلی را گفتید، بعد از این هر دعایی رو که بلد هستید به زبان عربی و دعاهای مأثوره باشه، دعاهای از قرآن باشه، از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، مانند دعاهایی که عرض کردم، یا حتی اگر کسی به دعای به زبان عربی بلد نیست، جایز است که حتی به زبان محلی خودش هم دعا بکند، اشکالی در نمازش به وجود نمیاد. و دعا کردن در سجده یکی از جاهای اجابت دعا هست، انشاءالله که الله تعالی دعای تمام مسلمانان را که به صلاح دین و دنیاشون هست اجابت بفرماید انشاءالله. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطفاً پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. خسته نباشید. من ابراهیم هستم از کرج. تشکر میکنم از برنامه قشنگتون. فقط میخواستم یه سوال شرعی داشتم، بدونم که کسی که بدنش پاکه یا ناپاک باشه میتونه مثلا مرغ یا حیوانی بخواد ذبح بکنه، میتونه این کارو بکنه یا باید من غسل باشه؟ تشکر میکنم بیننده گرامی. بله، ذبح کردن حیوان قبلا من عرض کردم که شرایطش این است که انسان باید مسلمان باشه. این اصلی ترین شرطش این است که انسان مسلمان باشه که حیوان رو ذبح بکند، و یا اینکه اهل کتاب باشد. وقتی که حیوانی رو ذبح بکند، این از نظر شرعی در واقع یک ذبح شرعی شمرده می شود و اون حیوان حلال می شود. و تفاوتی ندارد که ذبح کننده بچه باشد یا اینکه زن باشد یا مرد باشد. در تمامی موارد این از نظر شرعی وقتی که حتی یک صبی ممیز و عاقل این کار را انجام بدهد و به هدف ذبح کردن ذبح شرعی باشد، این از نظر شرعی حلال هست و اشکالی نداره. حتی خانم ها اگر کسی حیوانی رو ذبح بکنند اشکال نداره. در این زمینه روایتی هست در صحیح بخاری که یک دختری چوپان بود با گله خودش و یکی از گوسفندان در حالت مرگ بود، اون رو سر برید و آوردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون گفتند که صبر بکنید من برم از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال بکنند که حکم شرعیش چی است، آیا حلال هست یا حلال نیست. وقتی رفتن سوال کردن گفتند که حلال هست، اون رو بخورید. یعنی ذبح زن مانند ذبح مرد هست و همچنین ذبح نوجوان یا کودکی که ممیز هست و دارای عقل هست هیچ گونه اشکال شرعی نداره و خوردن چنین حیوانی جایز هست. و برای حلال بودن حیوان شرط نیست که انسان پاک باشه، با وضو باشه، یا اینکه در حالت جنابت نباشه. حتی انسان مسلمانی که در حالت جنابت هست یا زنی که در حالت عادت ماهیانه یا نفاس بعد از زایمان هست، اگر حیوانی را، مرغی را، گوسفندی را سر ببرند از نظر شرعی حلال هست و هیچ گونه ممنوعیت شرعی و کراهتی در این زمینه وجود ندارد. حتی به اندازه‌ای که یعنی من سراغ ندارم که کسی از فقها گفته باشند که این حرام هست و جایز نیست. حتی ابن قدامه رحمت الله علیه هم در این مورد اجماع رو نقل کرده که به اجماع تمام مسلمانان اگر یک مسلمانی ولو این که در حالت جنابت باشد یا زنی ولو این که در حالت عادت ماهیانه و نفاس باشد حیوانی را ذبح شرعی بکند از نظر شرعی حلال هست، هیچ گونه اشکالی وجود ندارد، زیرا که این نجاست یک نجاست حکمی هست. وجود انسان مسلمان همیشه پاک هست. و گذشته از این مثلا اهل کتاب رو که از نظر حکم شرعی نجسند و کافرند، نجس هستند و کافرند. این البته این نجاستشون یک نجاست حکمی هست، یک نجاست حکمی، نه اینکه بدنشون نجس هست. با وجود این وقتی که یک فردی از اهل کتاب یهود و نصارا حیوانی رو ذبح بکنند برای ما حلال است، چه برسد به این که یک فرد مسلمان باشه ولو اینکه در حالت جنابت باشه. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نمی شود. یعنی حالت در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که فرمودند که به خاطر جنابت انسان نجس نمی شود، گرچه یک نوع نجاست حکمی وجود دارد که باید برود غسل بکنند، اما بدین معنی نیست که اگر دستش به کسی بخورد یا عرقش یا فرض کنیم آب دهانش نجس باشه یا لباسی که پوشیده به اون اصابت بکنه نجس باشه، این گونه نیست. پس بنابراین وقتی که حیوانی رو هم ذبح بکنه در حالت جنابت یا در حالت قاعدگی هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره و کاملا و 100% حلال و جایز هست. جزاکم الله خیر. تماس پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنیم. سلام، خسته نباشید. من سمیه هستم از ایران، از سننده تماس میگیرم. میخواستم ببینم آیا ما رفتیم امام رضا
زیارت کردیم پول انداختیم گناه کرده ایم یا زیارتمون قبول است؟ ممنون از برنامه خوبتون. تشکر میکنم بنده گرامی. بفرمایید. از نظر شرعی زیارت قبرستان سنت هست، یعنی مسنون هست که مسلمانان برای زیارت قبر بروند. گرچه در مورد زنها روایت دیگری اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردن، اما به نظر من قول راجح این است که حتی زنها در صورتی که موازین شرعی رو رعایت بکنند و راه امن باشه، خوف فتنه نباشد، جایز هست که برای تذکر و یادآوری قیامت خودشون و برای این که قلبشون نرمتر بشود، جایز هست که بروند برای زیارت قبرستان. و در این زمینه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. من قبلا شما رو منع کرده بودم از زیارت قبرها، زیرا که در ابتدای اسلام مردم بر همان مبنای جاهلیت دچار یک سری اعمال خلاف شرعی میشدن سر قبرستان. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمودند و بعد از این که یاد گرفتند روش شرعی رو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که شما برای زیارت قبرستان بروید و فلسفه و حکمتش رو همین ذکر کردن، زیرا که شما به یاد آخرتون میافتید. و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماد وقتی که شبی که نوبت من بود، ایشون در آخر شب همیشه میرفتند قبرستان بقیع رو زیارت میکردن و برای مردگانی که در اونجا دفن هستند، در اون زمان دفن شده بودن، دعای خیر میکردن. و ما هم وقتی که برای زیارت قبرستان میرویم دو تا هدف داریم. یکی این که خود ما متاثر بشویم، به یاد آخرت خودمون بیفتیم و یقین بکنیم که یک روزی ما هم به جای این مردگان میخوابیم، مسیر ما هم این هست. و نکته بعدی این است که یک نوع ایصال ثوابی باشه، دعای خیری باشه برای مردگان. حتی خود همین دعایی که ما هنگام ورود به قبرستان میکنیم، السلام علیکم اهل دار المؤمنین، این خودش یک نوع دعای خیر هست برای مؤمنان. کسی در اونجا دعای بیشتری بکند، دعای رحمت و مغفرت بکند برای مردگان، این یک نوع فضیلت بیشتری رو خواهد داشت و یک عمل ثوابی هست که قطعا مردگان از آن بهره مند میشوند. عرض کردم که هدف از زیارت قبور اولا تذکر و یادآوری هست که ما به یاد قیامتمون باشیم، و مطلب بعدی این است که ما برای مردگان دعای خیری رو انجام بدیم، دعای خیر بکنیم، دعای مغفرت بکنیم. اما این که انسان برای طلب شفا برود که به من یک فضیلتی برسد، به من یک خیری از صاحب این قبر برسد، یا مثلا جایی که محل انجام دادن شرکیات هست مانند قبر رضا یا قبرهای امام و امامزاده های دیگری که درست کردن، مردم توسل های ناشرعی میکنند، از اونجا طلب شفا میکنند از مردگان و اعمال خلاف شرعی رو در اونجا انجام میدن، نظر و نیازی رو در اونجا میکنن، اینا از نظر شرعی جایز نیست و شرک هست. یعنی اینکه شما امید ثواب داشته باشید یا امید رحمتی داشته باشید، امید رزقی داشته باشید از یک مرده، یا بترسید که این مرده به شما آزاری نرساند، آسیبی نرساند، اینا جز موارد شرکی هست و برای یک مسلمان جایز نیست که به این منظور برای زیارت قبری برود. و همچنین نکته بعدی این که حتی سفر برای زیارت قبور هم از نظر شرعی درست نیست. اگر کسی در شهر خودش هست میتواند برای زیارت قبور برود، اما این که از شهر دیگر و منطقه دیگر صرفاً به خاطر اینکه به زیارت فلان قبر برود، این از نظر شرعی و دیدگاه اهل سنت و الجماعت صحیح نیست و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بدون شک جزاکم الله خیر. پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. الو سلام، از ایران هستم. میخواستم بپرسم کسی که بیش از 20 مثقال طلا داشته باشه و زکاتشون نداشته باشه بده، شوهرش هم به اون نده، آیا زکات بر اون واجبه؟ ممنونم. خداحافظ. خدا نگهدار شما. بفرمایید. در مورد طلایی که به 20 مثقال رسیده باشه یا معادل 85 گرم طلای 24 عیار باشه، بر کسی که مالک این طلا هست باید زکاتش رو پرداخت بکنه.
الان تفاوتی نداره که زن باشد یا مرد باشد، انسان بالغی باشد یا که بچه نابالغ باشه. هر کسی که مالک 20 مثقال طلا هست یا معادل این پول رو دارد یا 85 گرم طلای 24 عیار دارد، از نظر شرعی باید زکاتش رو پرداخت بکند و زکاتش بر شوهر لازم نیست، بر خود زن لازم هست. اون کسی که این طلا در ملکیت اون هست، مال اون هست، خودشون باید زکات اون طلاش رو بدهد. بالفرض اگر که پول نداشته باشد، از نظر شرعی باید حتی این طلا رو بفروشد یا یک قسمت از این طلا رو بفروشد و زکاتش رو باید پرداخت بکند. و اون کسی که 20 مثقال هست، خب اگر 19 مثقال مثلا باشه، هیچ گونه اشکالی هم براش به وجود نمیاد و زکاتی هم به اون تعلق نمیگیرند. اما در صورتی که 20 مثقال بود و نداشت، حتما باید یک قسمت از اون طلا رو بفروشد و 2.5% رو به عنوان زکات بعد از اینکه 1 سال بر آن گذشته باشد باید پرداخت بکند. درست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که پیام صوتی بعدی بیان رو پخش کنم. علیه السلام. مسئله حق. ببخشید ما هم از کتاب مزاحم شدم. میخواستم یه سوال بپرسم. آیا زکات به زن مربوط هست یا نه؟ من پسرم یه مقدار پول دارد، اون خودش سرباز است. میخواستم یواشکی بدون اجازه اون، اجازه پسرم، بدون اجازه شوهرم زکات اون پولو پرداخت کنم، ولی الان شوهرم راضی نیست. پسرمو بهش میگم سرپیچی میکنه، میگه آیا من سرباز هستم، زکات به من آیتی، ولی خودم میگم بعد زکات رو بپردازم. آیا یواشکی اون زکات رو بپردازم گناه دارد یا خیر؟ من چند تا بچه دارم، شوهرم خودش شغلش کارگری است، منم لباس پوشک برایشون میخرم، خودش بهم پول میده، ولی هر چیزی میخرم برای پسرم، برای دخترم، بچه هم خودم میخرم، در لحاظ پوشک و پوشیدن اون چیزا. ولی نمیدونم حالا هر پولی مثلا به دست من میده، اون پولی که پسرم پول دارد دست من است، الانم زکاتش بپردازم، اونم نمیدوند، ولی میگم گناه دارد یا باشه که اون پولو بپردازم یا باید به اونم بگم، به اون بگم اون تربیتی میکنه، میگه آیا زکات به من تبلغ نمیشه، زکات به من نمیشه، من خودم هنوز خانه ندارم، زن نگرفتم، خودم سربازم. خداحافظ. شرمنده مزاحمتون شدم. خداحافظ. خدا نگهدار شما. بفرمایید. همون گونه که قبلا هم عرض کردم، از نظر شرعی زکات حق مال هست، یعنی این زکاتی که وجود داره بر مال هست، نه بر خود شخص هست. وقتی که شما مسئول و سرپرست فرزندتون هستید و فرزندتون مالی رو داره و ثروتی رو داره که پیش شما گذاشته، در صورتی که به مقدار نصاب زکات برسد، در صورتی که به مقدار نصاب زکات برسد، یعنی این که 85 گرم طلای 24 عیار باشد و اگر پول نقد هست یعنی قیمتش مساوی باشه با قیمت 20 مثقال طلا یا همون 85 گرم طلای 24 عیار و 1 سال کامل پیش شما مانده باشد. 1 سال کامل از زمانی که شما اینا رو تصاحب کردید یا از زمانی که فرزند شما این پول رو در اختیار گرفته و به شما تحویل داده، این در واقع گذشته باشد، در اون صورت زکات دارد و 2.5% از زکات به تعبیر عامیانه 41 هست. این کل اون مال رو که چند میلیون تومان بالفرض هست، اونو تقسیم بر 40 بکنند، یک قسمتش رو به عنوان زکات بدند، این می شود 41 یا همون 2.5%. و هیچ گونه اشکالی نداره، بلکه وظیفه شرعی کسی که صاحب و ولی امر یک یتیمی هست یا یک فرزند خودش هست، ولی اینکه یتیم نباشه، مال فرزندش هست پیش خودش نگه داشته، از نظر شرعی پدر و مادر باید اون پولی رو که به فرزند دادند یا فرزند خودش داره زکاتش رو پرداخت بکنه. هیچ گونه اشکال شرعی نه تنها که اشکال نداره، بلکه وظیفه پدر و مادر هست. ولی اینکه نه اینا ملاک نیست که ازدواج نکرده، خونه نداره، ماشین نخریده، وسایل خونش کامل نیست، اینا ملاک نیستن. تا زمانی که شما پولی رو تبدیل به وسایل خونه نکردید، پولی رو تبدیل به خونه نکردید،
پولی رو به عنوان مهریه پرداخت نکردید، پیش شما هست و مال فرزند شما هست، این پول در واقع زکات به آن تعلق میگیرد و 2.5% هست زکاتش. البته به شرط این که 1 سال از این پول بگذرد. 2 تا شرط داره. 1 سال کامل از زمانی که این پول رو تصاحب کرده در اختیارش اومده بگذرد و شرط دوم این است که به مقدار نصاب برسد، یعنی سقف زکات برسد که همان 85 گرم طلای 24 عیار هست یا معادل آن پول نقد وقتی که باشند زکات دارند و زکاتشون 2.5% هست. خود فرزندان اگر پرداخت کردند چه بهتر، اگر پرداخت نکردند پدر و مادر باید به جای اونها پرداخت بکنند از خود مال اونها. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمانم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن از الان سوالاشون را به صورت مختصر داشته باشن و از طریق گوشی با ما صحبتشون رو ادامه بدن که منتظر نباشن صدا از طریق گیرنده بشنون. پیام صوتی بعدی بیننده را پخش کنید. استاد محترم سلام. من یکی از افغان ها هستم، در آلند زندگی میکنم. میخواستم پرسان کنم که حقیقت چی معنا داره و بعد از اینکه طفل تولد میشن من شنیدم که میگن برای بچه 2 گوسفند کشته میشه خیرات میشه و برای دختر 1 گوسفند دیگه. بنابراین من میخوایم نظر شما را که در این ارتباط بر من معلومات بتین و نمیفهمم که حقیقت یعنی چی معنا داره. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. بفرمایید. بله، عقیقه از نظر شرعی به حیوانی گفته می شود که به مناسبت ولادت یک فرزندی و نوزادی در واقع به ذبح می شود و قربانی می شود. گوسفندی یا گاو و شتری که به مناسبت ولادت یک فرزندی در یک خونه چه دختر باشه یا پسر ذبح میکنند و خیرات میکنند به همسایه میدن، این از نظر شرعی حکمش هست، نامش هست عقیقه یا به تعبیر دیگر همان شکرانه این که الله متعال به شما فرزندی رو عنایت کرده و حکم شرعیش سنت مؤکده هست. حکم شرعیش سنت مؤکده هست. یا قول راجح این است، گرچه برخی از فقها معتقد بر این هستند که واجب شرعی هست عقیقه کردن، منتها سنت بودن و مؤکد بودنش این ثابت است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو تاکید کردند، خودشون برای فرزندان خودشون عقیقه ذبح می‌کردند، یعنی به مناسبت ولادت فرزندانشون عقیقه می‌دادند و سنت این است که این عقیقه در روز 7م ولادت انجام بشود، یعنی در روز 7می که نوزاد به دنیا اومده سرش را بتراشند و هم وزن موی سرش نقره صدقه بکنند، یعنی مویش رو بتراشند وزن بکنند موی سرش رو و به اندازه وزن موی سرش نقره صدقه بکنند. یه چیزی دیگر غذایی اگر که هم صدقه دادن در صورتی که نقره نبود باز هم اشکال شرعی نداره. تمام این موارد سنت هست و این که در روز 7م نامگذاری بشه، تمام اینها در روز 7م هست، یعنی روز 7م کودک رو نام بگذارند و سرش را بتراشند و عقیقه برایش ذبح بکنند، جز سنت ها هست و عرض کردم که سنت مؤکده هست. و در صورتی که کسی فقیر باشد هیچ گونه لزومی نداره که برود قرض بکند حتما این کار را انجام بدهد و به خاطر فقر این ساقط می شود. در صورتی که انسان فقیر باشد ساقط می شود. دقیقاً مانند زکات هست، وقتی کسی که پولی رو نداره زکاتی بر اون تعلق نمیگیره. مانند حج هست، وقتی کسی پولی رو نداره که به حج بره فرضیت حج از گردن اون ساقط می شود. عقیقه بالفرض این که واجب بشود، من عرض کردم که قول راجح این است که سنت مؤکده هست، بالفرض این که واجب هم باشد در صورتی که کسی توانایی نداشته باشد از گردنش ساقط می شود. یا اینکه سنت هست که برای پسر 2 تا گوسفند باشه، اگر کسی توانایی 2 تا گوسفند را نداشت 1 گوسفندی رو ذبح کرد باز هم هیچ گونه اشکال شرعی نداره و گناهکار نمیشه. در این زمینه روایاتی متعدد اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و در سنن ابو داود و نسائی از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه اومده وقتی که برای کسی از شما فرزندی به دنیا اومد، من ولد له ولد فاحب ان ينسك، تعبیری که در اینجا آمده این است که فاحب ان ينسك، دوست داشت این کار رو انجام
انجام بده. یعنی این که دلالت بر سنت مؤکده بودنش رو میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فلینسک عن الغلام شاتان مکافئتان و عن الجاریه شاتون، برای فرزند پسر 2 تا گوسفند ذبح بکنند و خیرات بکنند و برای فرزند دختر 1 گوسفندی رو ذبح بکنند و خیرات بکنند. این عرض کردم که سنت مؤکده هست. اگر کسی نتوانست اشکال شرعی نداره. اگر در روز هفتم نتوانست قبل از اون ذبح کرد بازم اشکال نداره. اگر در روز هفتم نمیتوانست بعداً ذبح کرد بازم اشکال شرعی ندارد. اگر به خاطر فقر و تنگ دستی اصلا نتوانست که چون این کاری رو انجام بدهد باز هم گناهی یا حقی از فرزند برگردن پدر و مادر نیست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیزم آماده است و من باز تکرار میکنم بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنید که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و سوالاتون نیز مختصر باشه. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم اول سلام و عرض ادب میکنم خدمت مولانا و من در لندن زندگی میکنم. در اینجا خوب حلال آمد، حرام آمد. الحمدلله درایش نرفتیم و میخوایم از این معلومات بگیرم که بعض دوستا هست در اینجا از این ابتدایی که در اینجا آمده در دکان حرام کار میکنن، مثلا گوشتای خوب در بعد غذا میندازن یا میرن دکانای شراب فروشی جور میکنن. یعنی تمام زندگی خدا نه بالاخره عروسی میکنن، خانه جور میکنن، یعنی تا که زنده‌تن از نیمی استفاده میکنن از این پولش، از این مفادش. درست. این چه حکم دارد اسلام؟ صحیح درست است شاید یک آدم توبه کنن. خب برو توبه کرد، این مال خود نمیشه که در دریا پرته. درست. بالاخره اون مال نگاه میکنه، این مال آینده چه حکم دارد دیدگاه اسلام؟ مثال بچهش میخوره، زنش میخوره، خودش تا آخر میخوره، بالاخره اگه مردم در آینده هم این سال واضحه. سال دیگه هم دارین؟ نه فقط این میره میخواستم بالاخره این چه حکم دارد از دیدگاه اسلام؟ درست، سال واضح است. تشکر میکنم از شما. تشکر لطف کنید. نام من حبیب از گردم. آقا حبیب عزیز تشکر میکنم از شما. لطف میکنید، زنده باشین. ریش مبارک استاد عبدالقدوس دیقانم میبوسم، از دور بسیار دوست دارم. تشکر. خداحافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خوبی برادر؟ سلامت باشین. یه سوال داشتیم. بفرمایید، سوال شرعیتون در خدمتیم. در مورد نماز عصر و وقت نماز عصر و مغرب در منطقه ما وقتی اذان میگن بعد مثلا نماز میخونه از مسجد میای بیرون با اذان مغرب 40 دقیقه فاصله میمونه. آیا این درست هست؟ چجوری هست؟ مثلا توضیح بدید. ممنون متشکرم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه متشکرم. ممنون میشم استاد جان. سوال تو این است که از مغرب یعنی تا از عصر تا مغرب 40 دقیقه فاصله هست. آره از مسجد بیرون میاییم 40 دقیقه فاصله است با مغرب. زیاد فاصله وجود نداره. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، شما وصل هستین. بفرمایید. من درباره طلاق پرسیده بودم. درباره طلاق. بله. شوهر من میگه که برای با من دروغی یا اون کاری کنایی کنید با من چه طلاق. اما یکی شامل رو دروغ گفتیه. بله فهمیدین؟ یکی بلندتر صحبت کنید، صداتون پایینه. اگر لطف کنید دوباره سوال بپرسین. سوالشون واضح نبود متاسفانه. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. میخواستم اگر امکانش هست با جناب مولانا خصوصی صحبت کنم، چطوری میتونم با ایشون خصوصی صحبت کنم؟ انشالله بعد از برنامه که تموم شد میتونین صحبت کنید. چون من دفعه قبلم همین کار کردم، اصلا موفق نشدم بگیرم ایشونا. بعد از برنامه کار کردم. 5 دقیقه تقریبا بعد برنامه اگر تماس بگیرین انشالله مولا در خدمتتون خواهد بود. یا 10 دقیقه بعد انشالله. دست شما در نکنه. سلامت باشین. تشکر میکنم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. شما اعتقاد به نماز جمعه و افغانستان زنگ بزنم. نماز جمعه میگم اینجا حدود جری نمیشه. اگر نماز جمعه میخونیم فرض رم ایتیاتی باید بخونیم، فرض پیشینه. چی رقمه؟ یعنی حدود جری نباشه نماز جمعه درست نیه بخونیم. چی رقم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید برادر گرامی. شبکه وصال حق. وصال حق و سوال شهریتون لطفا. میخواستم بگیم 40 میلیون ما تو بدیه خانه داریم، میخوایم زکاتش بدیم. یعنی خانه رو اجاره دادین؟ رهن است، خانه رهن گرفتیم. درست. میخواین زکاتش رو بدین؟ میخواستم فقط زکاتش بدیم. یعنی شما خونه رو رهن کردید، پول دادید، خونه رو به قول معروف بله اجاره رهن کردیم 40 میلیون. 40 میلیون رهن کردیم، میخوایم زکات چقدر بیشتر. بله. درست. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. همچنان سلام خدمت استاد محترم مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان تقدیم میکنم. خدا کنه که شما جور صحت باشین. سلامت باشین. یک سوال داشتم استاد محترم که مثلا وقتی که ما در نمازهای 4 رکعتی در جماعت برابر میشیم، 2 رکعت اولش گذشته در اتحیات میرسیم، دوباره که استاده میشیم که خود 2 رکعت خالیش خود با امام میخونیم، بعد از در رکعت 4م که در اتحیات میشینیم ما سلام نمیگردیم. وقتی که استاد شدیم همین 2 رکعت که از پیش ما تیر شده ما باید هم 2 رکعت پر بخونیم یا باز هم 2 رکعت دیگه رو تنها الحمدلله رو بخونیم، خالی بخونیم نمازه؟ درست. بله. سوال دیگه که بله یک سوال دیگه که در نمازهای جنازه دعایی که بر میت خوانده میشه، کدام دعایش پیغمبر خدا سلام خوانده که زیاد مشهور بوده که بر مثلا پیر و جوان و مثلا زن و فرنسال طفل برای کلش خوانده شده باشه می دعا؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ دیگه یک جوان تشکر. زنده باشین، خیر ببینین. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. جناب محترم سلام خدا خدمت شما و خدمت مولانا صاحب تقدیم میکنم. یک 2 سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول دمی باره دم و دعای است که به حساب آیت قرآن کریم از بعض کسا میگه آیت قرآن کریم در یک ظرف نوشته کنن بعد روی شاب بندازن یا برای کسی که دم میشه به او بنوشه. از نگاه شریعتی جواز داره؟ یک دوم دیگه برادر عزیزم برای مریضی که مثل مرض سرطان یا باشه از مولانا صاحب یک سوال داشتیم به حساب دم و دعای آیت قرآن، کدام آیت قرآن یا دم بهتر است به خاطر مرض سرطان که باید سر مریض دم شه و جفت شود؟ درست. تشکر میکنم از شما. تشکر. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
من از بینندگان خواهش میکنم که وقتی تماس میگرفتن از طریق گوشی تلفن صحبتشون ادامه بدن، چون صدا از طریق تلویزیون دیرتر میاد. بیننده گرامی شما صداتون وصله، بفرمایید. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. شبکه وصال هست؟ شبکه وصال حق و سوال شریعتون لطفاً. سوالم درباره همین چیز میخواستم بپرسم، واسه زکات اینا بس کنستم. درباره زکات؟ بله بله. بفرمایید. سوالتون؟ الو. از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین برادر گرامی، چون صدا در تلویزیون دیرتر میاد، بعداً صدا بشنوید. بعداً بشنوید. یه سوال من اینه که کسانی که مثلا 3 بار میخوره ثلاثه و کلما میخوره، مثلا زن میگه، مثلا زن به زن خود میگه که تو طلاقی، باید طلاق باشی، این مثلا تکلیف این چی میشه؟ باید طلاق میشه یا نمیشه مثلا؟ خب چه کسی؟ این مرد میگوید یا کسی دیگه؟ نه مثلا مرد الان با زن دعوا میکنه، فرض کو مرد به زن میگه که 3 بار میگه ثلاثه و کلما، من اگر زن نکنم بالای تو همباغ نیارم، مثلا زن نگیرم، مثلا بالای تو مثلا طلاقی بولم، اگه بگیرم نه زن بعد بگیرم حتما، این مثلا 3 بار ثلاثه و کلما میخوره، این مثلا چجوریه؟ طلاق میشه یا نمیشه؟ درست. سوال دیگه هم داری؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا جان درباره عزیر، درباره عزیر پیامبره یا که در روزه پیامبران؟ عزیر. عزیر یهودیان که عزیر آیا پیامبر بوده یا نه؟ ها بله. سوال دیگه هم دارین؟ بعد شداد کی هست حضرت جان؟ شداد؟ بله بله. سوال دیگه هم دارین؟ رحمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. یعنی گرامی صدای شما خیلی پایینه، لطفا بلندتر صحبت کنید. ظاهرا تماسشون مشکل داره. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو سلام علیکم، شبکه مثال حق. علیکم السلام و رحمت الله، شبکه وصال حق و سوال شهریتون لطفا. تشکر از شبکه شما یک جان. تشکر. یک پسرم از زبانش در قرآن شریف چیز میشه میخونه، کمی چی میشه دیگه. زبانش میگیرد، گیر میکنه یا لیکن از زبان پیدا میکنه؟ قرآن شریف گیر نمیکنه دیگه در زبان بند میشه زبانش. درست. تشکر، زنده باشین. همین سوال ما بود. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. آخرتون باشی، خوبی؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. درباره زکات یه سوال داریم. درباره زکات از گله که 6 ماه با دهان خودش میچره، ولی 6 ماه ما واسه علفات و چیز براش میخریم، آیا از این گله زکات چطوری تعلق میگیره؟ ممنون میشین اگه بسه مشهره بدهید. شما براش چی میخرید؟ این گله گوسفند هست، شما چی مقدار در بیابان هست و در خونه چی میخرید براش؟ والله علف میخریم، جو میخریم، کنسانتره میخریم، اینا میخریم. والله ضرورت هم شاید بخریم. که 6 ماه یعنی خودش میچره و 6 ماه هم براش میخرن. والله. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. ببخشید من بلوچستان تماس میگیرم. 3 تا سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوال اول در الو. بله، از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین. لمس کردن مادرزن به شهوت فتوای احمد زن طرف حرام میشه، جریان چجوریه؟ بعد چنین اتفاقی بیفته تکلیف چیه؟ سوال دومتون چیه؟ سوال دوم ببخشید صداتون داره قطع وصل میشه متاسفانه. زارشون تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماس مشکل پیدا کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد 2 تا سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوال اولتون امامی که ولازینه باشد از قفاش نماز خواندن درست است یا نه؟ ولد الزنا. سوال بعدی در پیش نمازخوان گذاشتن گناه هست یا نه؟ پیش نمازخوان؟ بله، شخصی که نماز میخونن یک رکن با پیشش میگذارن، آیا گناه هست یا نه؟ من نفهمیدم. چی بود؟ عبور از جلوی نماز. عبور. سوال دیگه هم دارین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. می‌خواستم در مورد نماز وتر سوال کنم که نماز وتر واجب است یا سنت مؤکده؟ نماز وتر. سوال دیگه هم دارین؟ بله. در عناف می‌خواستم. بله. دست در نکنم، ممنون. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان اگر تماسی هست بس کنید، اگر نیست هم میان برنامه بریم. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال داشتم وقتی که اصلاح کنه صورتش یا موش رنگ کنه. صداتون خیلی پایینه، مشکل داره. بله؟ من متوجه سوالتون نشدم، دوباره پرسین. میگم که زن که برای نیا کنید، شما نزدیک تلویزیون هستین، صدای تلویزیون با تماستون داره قاطی میشه، یعنی صدا واضح نیست متاسفانه. اگر لطف کنید یک کمی صدای تلویزیون رو پایین بیارید. نه، صدای تلویزیون کامل بسته. خب دوباره سوال بپرسین. گفتم که زن برای شوهر اصلاح کنه، ابرو برداره یا مو رنگ کنه، گناه داره یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه نه، همین برای مو که رنگ میزنن یا ابرو بر میدارن یه صورت اصلاح میکنه برای شوهر گناه داره یا نه؟ شوهر مثلا بخواد این کارا یا مو رنگ کنه یا ابروشو برداره یا صورتش اصلاح کنه گناه داره یا نه؟ درست، تشکر میکنم ازشون. خداحافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سوال داشتیم در مورد نماز پیشین یا ظهر. بله. نماز ظهر در وقتی که
مولا امام مسجد آمد که مقتدی ها همه 4 رکعت سنتی قبل از فرض پیشین خوانده تموم کردن و مقتدی ها با مولا امام میگویند که تو 4 رکعت سنت قبلی رو نخوان و مرحمت کرده پیش نماز ما رو خوانده بگیر، بعد 4 رکعت سنت قبلی رو بعد میخونی. آیا همین طور خواندن مولا امام درست است که سنت قبلی رو بعد بخونم؟ سنت قبلی رو نخونده بله بعد بخوند، پیش در آمده 4 رکعت فرض پیشین ظهر را بخواند و بعد از نماز 4 رکعت بعدی را بخواند. همین طور درست است؟ درست. سوال واضح است. سوال دیگه هم دارین؟ بعد از فرض همین 4 رکعت اول بخونیم یا که 2 رکعت سنتی پیشین بعد بخونیم؟ کدام از اول بخونیم افضل تر است؟ درست. تشکر میکنم از شما. سلام و رحمت الله و برکاته. اگر تماس دیگه هست بگیریم که آخرین تماس باشه و بعد میام برنامه بریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. خوارج گفته چی میگن استاد؟ خوارج؟ آها. سوال دیگه هم دارین؟ میشه در حق ما دعا که استاد. انشالله سلامت باشین. تشکر میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار.
ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بینندگان چندین سوال پرسیدن از طریق تماس تلفنی و اولین بیننده گفتن که از اروپا و در لندن زندگی میکردن، گفتن خیلی ها مسلمان هم هستن و میان در کشور اروپایی در مغازهایی که اجناس حرام مثل شراب میفروشن مشغول به کار میشن و از این طریق خرج زندگی و زن بچه و حتی درست کردن خونه خود را میدهند. کار کردن در اینجور مغازه ها چه میداره؟ اصل بر این است که انسان مسلمان همیشه باید از شبهات و مواردی که امکان دارد که گناه باشند پرهیز بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که الحلال بین و الحرام بین و بینهما امور مشتبهات. حلال مشخص هست و حرام مشخصه. همه میفهمند که فلان مورد حلال هست، فلان مورد حرامه یا حلاله و در میانشون امور مشتبهی وجود داره که انسان مشکوک است، شاید حلال باشه، شاید حرام باشه، شاید مکروه هست، شاید مکروه تحریمی هست یا تنزیهی هست، یک نوع شاید انسان وسوسه داشته باشه و مطمئن نباشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه. کسانی که از شبهات پرهیز میکنند آنها دین خودشون رو سالم نگه داشتند. یعنی انسان باید برای این که از دینش سالم بماند و دچار گناهی نشود باید که بسیاری از مباحات را و مواردی را که حلال هستند ترک بکند از ترسی که مبادا مرتکب حرام بشود. نه این که انسان دنبال بهانه باشد تا همون آخر و تا سر مرز حلال برود که این حلال هست، این نمیدونم مستحب هست، فلان جایز هست، تا سر لبه پرتگاه میروند و یک قدم اون طرفتر در واقع همون حرام هست. انسان باید سعی بکنه همیشه که مواردی را که مشکوک هست که حرام هستند یا مکروه هستند، تحریمی یا تنزیهی است، اینا ترکشون اولاتر و بهتر هست، به خاطر اینکه دین انسان در واقع سالم میمونه. و اولاتر این است که در چنین جاها انسان باید یک شغلی رو انتخاب بکنه که مطمئن باشه که 100% حلال هست، هیچ گونه دغدغه و شبهه‌ای در آن نباشد. الان بعضی گفتن حلاله، بعضی گفتن حرامه، ما در وسط بمونیم چیکار بکنیم؟ بهترین راه این است که انسان در موردی که برخی از علما فتوا دادند که حرام هست، شما دیگه نگید که چون که فلانی گفته جایز است پس بنابراین ما رأی فلانی رو قبول میکنیم این حرام رو انجام میدیم. نه، در مواردی که اختلافی هست و در مواردی که مشکوک هست در واقع راه درست آن است که شما اون موردی را که 100% یقین دارید بر آن در واقع عمل بکنید. و یکی از این موارد همین کار کردن در جاهایی هست که در آن شراب فروخته می شود یا اینکه گوشت حرام فروخته می شود. از نظر شرعی برای خود مسلمان جایز نیست که شراب داشته باشد، شراب بفروشد یا اینکه گوشت حرام را معامله بکند، گوشت خوک و خنزیر را. اینها برای یک مسلمان مالیت ندارند، این ارزش مادی و مالی ندارند و مال محسوب نمی شوند و خرید و فروش این موارد برای خودش حرام هست. یعنی این که اگر یک مسلمانی رفت از یک جای شرابی خرید و رفت جای دیگر فروخت، یعنی این معاملهش حرام است و پولی هم که به دست آورده حرامه. اگر مسلمانی خوکی خنزیری را ذبح کرد گوشتش را فروخت حرام هست و درآمدی که از این راه کسب کرده می شود حرام قطعی و 100% در این موضوع هیچ گونه اختلافی وجود ندارد و انسان باید توبه بکند از این کار
و تا زمانی که نمیدانسته، حکم شرعی رو نمیدانسته، گناهی هم برگردن اون نیست. اما بعد از این که میدانسته که این حرام هست، بعد از آن باید این کار رو باید ترک بکند و قبلا هم عرض کردم که چون این تجارتی از نظر شرعی حرام هست. این یک مسئله کاملا جداگانه هست. اما کار کردن به عنوان یک نوع کارگر یا کارمندی در مغازه یا شرکتی که در ضمن کارهای حلال کار حرام هم وجود داره، در ضمن این که مواد غذایی دیگری فروخته می شود، شراب هم فروخته می شود، آیا درآمد این حرام هست؟ 100% و قطعی حرام هست؟ 100% و قطعا حرام نیست. عرض کردم که در آن شبهه هست و اگر جای دیگر انسان شغلی دارد، اولاتر و بهتر است که این شغل را ترک بکند، جای دیگری برای خودش یک شغل آبرومندانه‌ای رو و حلالی رو در واقع تلاش و جستجو بکند. اما اگر مجبور بود، باز هم برخی از فقها در این زمینه فتوا دادند که این جز موارد اصلی حرام نیست. گرچه انسان باید تعاون به بر و تقوا داشته باشه، به نیکوکاری دعوت بکنه، سعی بکنه که مردم رو به کار خیر دعوت بده، همکاری در انجام خیر داشته باشه. اما اگر کسی چاره‌ای نداشت و در چنین جایی درآمدش در چنین جایی بود، مانند فتوایی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درآمدش حرام نیست و منتها به خاطر این که از این اختلاف بیرون بشوند، اولاتر و بهترین است که حتی چنین شغلی رو هم انسان باید ترک بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در منطقهشون فاصله بین نماز عصر و مغرب خیلی کمه، تقریبا 40 دقیقه. آیا این نماز خواندن درسته؟ قول راجح در این زمینه این است که وقت عصر دو تا وقت داریم، یک وقت اختیار هست و یک وقت جواز هست. و وقت اختیارش زمانی هست که سایه هر چیزی یک برابر آن باشد تا اینکه به 2 برابر برسد. یعنی قول جمهور هم این هست، یعنی وقتی که سایه هر چیزی سایه اضافه بر سایه اصلیش وقتی که 1 برابر برسد، وقت نماز عصر شروع شده و نهایتش زمانی هست که سایه هر چیزی 2 برابرش باشه. این وقت اختیارش هست، این وقت بهترین وقت خواندن نماز عصر این هست. اما اگر تأخیر کردند، باز هم از نظر شرعی در وقت نماز خوندن، یعنی وقت جوازش تا زمانی هست که خورشید زرد نشده باشد قبل از غروب، یعنی بعد از این که سایه هر چیز 1 برابر می شود تا قبل از غروب این وقت نماز عصر هست. اولاتر و بهترین است که اول وقت نماز عصر رو بخوانند و اگر کسی تأخیر کرد یا عموما در یک جای نماز عصر رو تأخیر می کنند، به قول ایشون به گونه‌ای که 40 دقیقه بیشتر باقی نمیمانه، باز هم از نظر شرعی نماز رو در وقت خوندند، خارج از وقت نخوندند. و وقت استقرارش همون وقتی هست که در واقع آفتاب کاملا زرد می شود و نزدیک غروب هست، تقریبا حدود ربع ساعت 10 دقیقه قبل از غروب، اون همون وقت استقراره. اگر کسی خواب افتاده بود، باز هم در اون وقت می تواند که نماز عصر را بخواند. اما وقت به اصطلاح بهترش و اولاترش این است که زمانی که سایه 1 برابر هست تا زمانی که سایه هر چیزی به 2 برابرش برسه، این بهترین وقت و اولاترین وقت نماز عصر. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در منطقهشون نماز جمعه میخونن، اما خیلی میگن چون نماز جمعه در منطقهشون درست نیست، برای احتیاط فرض احتیاطی در روز جمعه هم میخونن. آیا این درست یا نه؟ در روز جمعه یک چیزی بر انسان فرض هست، یعنی در وقت ظهر یا نماز ظهر فرض هست یا نماز جمعه فرض هست. هر دوتا نمیتونند فرض باشن و در جایی که مردم اجتماع شده و مردم جمع هستند و جماعتی در اونجا وجود داره و مردم نماز جمعه میخونند، اما نماز جمعه کفایت میکند. این که نمیدونم حدود در اونجا اجرا نمیشوند، نمیدونم که دولت در اونجا نماینده ندارد، اینها هیچ کدامشون از دلایل محکمی ثابت نیستند از رسول الله صلی الله علیه وسلم. هر جایی که شما نماز جمعه را میخوندید، هر روستایی شهری که مردم تشخیص دادند که نماز جمعه را بخونند و عملا نماز جمعه را خواندند، نماز جمعهشون از نظر شرعی جایز هست، قبول هست و فرض وقت از گردن اونها ساقط می شود و لازم نیست که نماز در واقع ظهر را بخونند. و به نظر من در چنین موارد اگر کسی با تردد نماز بخونه، هیچ کدام از این نمازهاش درست نیست.
هیچ کدام از این نمازهاش درست نیست، زیرا که انسان در نیتش باید صادق باشه، محکم باشه. اینطوری نباشه که من الان 2 رکعت نماز ظهر رو میخونم، 2 رکعت نماز جمعه رو میخونم، اگر جمعه درست هست پس این 2 رکعت بشن نماز فرض من، اگر درست نیست اینا میشن سنت من و بعدش 4 رکعت دیگر میخونم. اگر نماز جمعه من درست بوده پس این 4 رکعت میشن سنت من، اگر نماز جمعه درست نبوده این 4 رکعت میشن نماز ظهر من. این تردد در نیت هست و این از نظر شرعی درست نیست. این سبب میشود هیچ کدام از این 2 نماز شما درست نباشه و قبول نباشه. نماز اصلی شما اون نمازی هست که با جماعت میخونید، جمعه در هر کجا که خواندید، ولو اینکه 4-5 نفری هم در یک مسجدی که جمع شده باشن در یک روستایی و نماز جمعه بخوانند، یعنی یک فردی باشه که امام اونها باشه، خطبه بخواند و پیش نمازشون بشوند، نمازشون از نظر شرعی درسته و فرضشون همون هست و لازم نیست که بعد از آن نماز دیگری رو به عنوان نماز ظهر احتیاطی بخونند. گرچه برخی از فقها اینو فتوا دادن، اما وقتی که برمیگردیم به واقعیت این نمازها و به نیتی که انسان باید در نماز داشته باشه که حتما باید این نماز فرض وقت من هست، اگر تردد در نیت باشه عبادت قبول نمیشه. این فقها به این نقطه در واقع توجه نکردن. پس بنابراین نماز اصلی شما همان نماز جمعه هست و نه لازم هست و نه درسته که بعد از آن شما نماز احتیاطی ظهر رو بخونید. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که خونه ای رو رهن کردن به مبلغ 40 میلیون و الان میخوان زکاتش رو بدن. گفتن زکات آن به چه صورت است؟ اگر این پولی رو که خونه رو رهن کردن، یعنی به صاحب خونه دادن، 40 میلیون به صاحب خونه دادن و در مقابل دارند از خونه استفاده میکنن، حکم شرعیش این است که این مالی که شما گذاشتید، 40 میلیونی گذاشتید، این یک نوع امانت هست که شما نزد صاحب منزل گذاشتید و ملکیتش مال شما هست. یعنی ملکیت منتقل نشده به صاحب خانه، مال شما هست، پیش صاحب خانه شما گذاشتید و هر وقت که منزل را خالی کردید این پول رو دوباره به شما باز میگردانند. یعنی این که شما اختیار دخل و تصرف در این پول را دارید و هر وقت که خواستید برید بیرون این پول دوباره به شما باز میگردد. پس بنابراین این پول مال شما هست، نه مال صاحب خانه، و وقتی که مال شما هست زکاتش هم برگردن شما لازم هست. یعنی پول رهن را باید مستاجر زکاتش رو بدهد، نه صاحب خانه. در صورتی که این پول مال خود شما هست، شما 40 میلیون داشتید، مال خودتون بوده، اینو به رهن گذاشتید، زکاتش رو خود شما بدهید. اگر مال کسی دیگر هست، شما از یک کسی قرض گرفتید آوردید دوباره اینجا رهن گذاشتید، در این صورت برگردن شما زکاتی لازم نیست. اما اگر مال خودتون هست و به رهن گذاشتید این پولها را و خونه رو رهن کردید، زکاتش رو باید پرداخت بکنید در صورتی که 1 سال بران گذشته باشه. یعنی 1 سال از زمانی که شما این پول را در اختیار گرفتید، نه 1 سال از زمانی که شما این پول را به صاحب خونه داشتید. فرض کنید این پول را 40 میلیون شما داشتید، مثلا فرض کنید از 1 سال در حساب شما بوده، الان تازه شما رفتید خونه رو رهن کردید، الان این 40 میلیون از حساب برداشتید دادید به صاحب خونه و الان 2 سال در واقع گذشته. 1 سال قبل از اینکه شما این پول رو بدهید بران گذشته، این 1 سال زکاتش لازم هست. و بعد از این که به صاحب خونه دادید و خونه رو رهن کردید، اگر 1 سال دیگر گذشت، این 1 سال دوم حساب میشه و هر سالی باید زکاتش داده بشه. مال و سرمایه رو که انسان دارد، یا رهن خونه رو رهن کرده، یا پول نقدی خودش در حساب خودش دارد، یا طلایی رو در خونه نگه داشته و به اندازه نصاب زکات برسد، باید هر سال زکاتش رو بدهد و 40 میلیون به اندازه نصاب زکات هست و راه درستش همون 40 میلیون که تقسیم بر 40 همون 1 میلیون در واقع زکاتش هست. در صورتی که 1 سال از ملکیت این مال گذشته باشه، 1 میلیونش را که همان 2.5% می شود به عنوان زکات باید شما پرداخت بکنید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در نماز جماعت که 4 رکعت هست، وقتی که به 2 رکعت نرسیدیم و بعد از سلام امام 2 رکعت رو خودمان به اضافه بخونیم، آیا باید 2 رکعت رو که میخوانیم پر بخونیم یا خالی؟ مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه این است که این 2 رکعت در واقع آغاز نماز حساب می شوند. یعنی 2 رکعتی که شما در آخر می خونید اینها جزء 2 رکعت اول نماز شما هست. شما وقتی که به امام رسیدید 2 رکعت آخر رو رسیدید، 2 رکعت اول از شما فوت شده. پس بنابراین این 2 رکعتی که
شما به صورت تنهایی میخونید 2 رکعت اول شما حساب میشوند و بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باید پر خوانده بشود. منتها اگر که پر هم خوانده نشد باز هم نماز شما درسته و رأی جمهور این است که پر خوانده نشود. اما اگر که پر خواندید این مذهب امام ابو حنیفه هست و اولاتر و بهتر است که پر خوانده بشود. اما اگر که نخواندید باز هم از نظر شرعی اشکالی به وجود نمیاد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد دعایی که در نمازهای میت خوانده میشد گفتن بهترین دعایی که پیامبر در نماز جنازه خوانده چه بود؟ در مورد نماز جنازه که یک نوع در واقع شفاعت هست و شفاعت میکنن در واقع اون کسانی که نماز جنازه رو میخونن برای میت شفاعت و سفارش میکنن و هر دعایی رو که بلد باشید از نظر شرعی جایز هست. دعاهای متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده و اگر کسی حتی دعای مسنون و مأثوری رو حفظ نیست حتی میتواند که به زبان محلی خودش هر دعایی رو که در واقع بلد هست یا حتی به زبان محلی دعا بکند که پروردگار این میت را ببخش و معاف کن، گناهانش را از گناهانش درگذر و از آتش جهنم اون رو نجات بده و اون رو وارد بهشت بگردان و دعاهای خیری که بلد هست. میتواند هر دعایی رو که بلد هست بخواند. اما اولاتر این است که دعاهای مأثوری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل هستند اون رو بخواند و معروف ترین دعایی که در این زمینه هست روایتی هست که در سنن ابو داود نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اللهم اغفر لحینا و میتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان فأحيه على الإيمان ومن فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا یا در بعضی از روایات لا تفتنا بعد. این معروف ترین دعایی هست که در واقع جمع کرده. سوال بیننده این بود که برای همه خونده بشه. در این دعا یعنی هم صغیر و کبیر هم ذکر و انثی در واقع همه جمع شدند که میشد اینو هم برای مرد و برای زن و برای پیر و جوان در واقع بخوانند. این بهترین و اولاترین دعایی هست که برای میت خوانده بشه. و دعاهای دیگری هم از در صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. هر کدامی را که بلد بودن و حفظ کردن بخوانند، اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیان برای دو سوال پرسیدن. سوال اولشون گفتن که این دم و دعایی که با آیه‌های قرآن بر روی ظرف یا شاخ حیوانی نوشته میشد آیا این کار جایز هست یا نه؟ و سوال بعدیشون در مورد مرض سرطان گفتن آیا دعا و آیه وجود دارد برای درمان این مریضی؟ به صورت کلی قرآن شفا هست. خود خواندن قرآن و یک نوع تبرک هست، یک نوع عبادت هست و یک نوع شفایی هست، هم برای بیماری های روحی و روانی و هم برای بیماری های ظاهری. و از این در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم مواردی نقل شده و خصوصا خواندن سوره فاتحه به عنوان یک رقیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اعرضوا علی رقاکم، بیایید رقیه های شرعی رو که میخونید بر من عرضه بکنید، پیش من بخوانید که من ببینم کدوم رقیه های شما درست است و کدوم نادرسته. اونهایی که درست بود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند خب این اشکال نداره، شما این رو بخوانید. از جمله رقیه ها و دعاهای مشروع خواندن قرآن کریم هست که این قرآن کریم خوانده بشود، بر بیمار دمیده بشود اونگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند. این رو میخوندند برای حفاظت فرزندان خودشون. حسن و حسین سوره های معوذتین رو، قل الله رو میخوندند یا سوره حمد را بخونند مانند صحابی که سوره حمد را بر کسی که عقرب اون رو نیش زده بود این رو 7 مرتبه خواندند و رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو مورد تایید قرار دادند. پس بنابراین خواندن قرآن بر بیمار و دمیدن بر روی بیمار از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و همچنین دمیدن بر روی در واقع آب که بدمند بر روی آب صدای قرآن رو بخوانند، قرآن بخوانند و بر روی آب بدمند یا بر غذایی بدمند که بیمار بخورد یا با اون آب بنوشد، از اون آب یا با اون غسل بکند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و این موارد جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن شخصی هست که مثلا به زن خودش میگوید اگر من زن دیگر نگیرم و بالای تو زن نیارم تو طلاق هستی و این کار رو نکند، آیا این طلاق واقع میشه یا نه؟
وقتی که کسی قسم به زن طلاق میخورد که اگر من فلان کار رو نکردم تو طلاق باشی، یا اگر تو فلان کار رو کردی طلاق باشی، یا فلان کار رو نکردی طلاق باشی، این در واقع قسم به طلاق هست. این از نظر شرعی حرامه، چون این کاری انسان فقط باید به نام الله متعال قسم بخوره. یعنی اگر لازم هست که یک نوع تأکیدی در کلام خودش داشته باشه که دیگران حرفش رو باور بکنند یا مطمئن باشند که شما جدی هستید، راهش این است که به نام الله متعال قسم بخورید. قسم خوردن به نام پدر و مادر و به جان کسی یا قسم خوردن به طلاق از نظر شرعی درست نیست و کار حرامی هست و ناجایز هست. و حکم کسی که قسم به طلاق خورده مانند حکم همون قسم هست که قسمی خورده باشه و حانث شده باشد. یعنی وقتی که قسم به طلاق خورده، حکم مش این است که یک کفاره قسم بدهد و بعد از آن هیچ گونه اشکالی براش به وجود نمیاد، یعنی طلاق نمیافتد. کسی قسم به طلاق خورده که اگر من زن نگیرم در واقع زنش طلاق هست، یا به زن گفته اگر فلان کار را کردی یا نکردی طلاق هستی، این قسم به طلاق محسوب می شود و طلاق واقع نمی شود و حکمش کفاره قسم هست که به جایش کفاره قسم را بدهد. اما این که گفته باشه که هر وقت که من زن نگرفت، بالفرض این که بنابر فتوای کسانی که معتقد هستند که طلاق واقع می شود، کسی باید که اگر من بر روی تو زن نگرفتم تو طلاق هستی، به زن خودش این جمله رو میگه، اگر من زن دوم نگرفتم تو طلاق هستی. به اتفاق علما تا زمانی که زن زنده هست طلاق نمی شود. تا زمانی که زن زنده هست در واقع طلاق نمی شود، یا تا زمانی که این مرد زنده هست طلاقی واقع نمیشه. به تعبیری دیگر تا زمانی که فرصت دارد که این تهدیدش رو عملی بکنه زن طلاق نمی شود. اما قبلا عرض کردم که قول راجع و به نظر من این است که ولو این که عمدن نخواهد که زن بگیرد منصرف بشود از این حرف خودش، راهش این است که کفاره قسم بدهد و طلاقی واقع نمی شود. حتی بر مذهب اونایی که میگن که طلاق واقع می شود، تا زمانی که زن زنده هست، خود این مرد زنده هست و زن نگرفت، در اون زمان طلاق واقع نمی شود. وقتی که خودش مرد، به جای این که زنش بنابر قول فقها، بعضی از فقها که میگن که تا زمانی که فرصت داشته باشه طلاق واقع نمیشد، به محض این که فرصت از بین برود، یعنی این مرد نتواند که تهدیدش رو عملی بکند، میگن طلاق واقع میشه. اگر مرد مرد، باید این زن به جای عده طلاق، به جای عده وفات باید عده طلاق رو بگذارانه، که این قول وجیه و درستی نیست. قول راجح همون است که عرض کردم که طلاق واقع نمی شود و راهش این است که شما یک کفاره قسمی رو پرداخت بکنید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد حضرت عزیر پرسیدن، گفتن آیا عزیر پیامبر بوده یا نه؟ بله، عزیری که از پیامبران بنی اسرائیل بوده و الله متعال داستانش رو در قرآن کریم ذکر کرده. و شداد چه کسی بود؟ شداد ابن کی، اگر که شداد ابن اوس منظورشون هست، یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند از قبیله انصار، شداد ابن اوس ابو یعلای انصاری. و اگر شداد ابن عاد باشه که میگند که عاد 2 فرزند داشته، یکی به نام شداد، یکی دیگر به نام شدید، اینها یعنی از نظر شرعی یعنی با توجه به دلایل درستی نداره و داستانی که در مورد شداد و بهشت شداد گفته می شود سند صحیحی ندارد و قابل اطمینان و قابل قبول هم نیست. درست. جزاکم الله خیر. بعدی گفتن پسرشان وقتی قرآن میخواند زبانش لکنت میفته، زبانش بند میشه. در مورد کسانی که لکنت زبان دارند و نمیتوانند قرآن رو به صورت صحیح تلفظ بکنند، این گناهی رو مرتکب نشدند، چون این افراد گناهی رو مرتکب نمیشوند و نشدند، ولو اینکه حرفی رو اشتباه تلفظ بکنند هیچ گونه گناهی رو نداره، بلکه برعکس هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اون کسانی که قرآن را میخونند و در هنگام قرآن خوندن تعتع میکنند، یعنی زبانشون گیر میکنه، لکنت زبان دارند، اونا در واقع به خاطر اینکه زحمت مضاعفی رو متحمل میشن برای خوندن قرآن، ثواب بیشتری رو هم ان شاء الله الله متعال به اونها عنایت خواهد کرد. الله خیر. بیننده بعدی گفتن که گله دارن، یعنی چوپان هستن و 6 ماه چوپان ها به صورت خودشان میچرن و علوفه میخورن و 6 ماه هم براشون علوفه میخریم. زکات این حیوانات به چه صورت است؟ زکات حیوانات 2 شرط داره، مانند شرطی که در واقع بحث زکات طلا داره.
و شرط اولش این است که باید به مقدار زکات برسه، به مقدار نصاب برسه، یعنی گوسفندانی که داره باید به مقدار نصاب برسن. کمتر از نصاب شرعی باشن زکاتی بر اون لازم نمی شود. و شرط دوم این است که صائمه باشن. صائمه یعنی این که بیشتر سال را در بیابان بچرند که هیچ گونه خرجی رو بر روی صاحب گوسفندان نداشته باشند. اگر بگونه‌ای هستند که صبح مثلا به چرا میروند و شب برمیگردند و صاحبش مجبور است که میشه براشون آب و علف تهیه بکنه و این بقیه مواردی که ایشون گفتن جو و ذرت تهیه بکنه، در این مورد زکاتی بر چنین گوسفندانی نیست. یعنی اگر گوسفندان شما اکثر سال بیرون از خانه هستند و نیازی به شما ندارند، یعنی در اکثر سال شما برایشون غذا و علوفه تامین نمی کنید و پولی رو خرج نمی کنید، در این صورت زکات دارند. اما اگر اکثر سال در خانه هستند یا همون وقتی که در بیابان میچرند در کنار اون شما مجبور هستید که برایشون علف هم بخرید و موارد دیگری بخرید، در اون صورت زکات ندارند. اگر این حیوانات اکثرا در بیابان هستند و بیشتر از 40 گوسفند باشند زکات دارند. یعنی کمتر از 40 گوسفند باشه، کسی داشته باشه از یک گوسفند تا 39 گوسفند شما داشته باشید، ولو اینکه در بیابان بچرند، هیچ گونه زحمتی رو بر شما نداشته باشند، هیچ گونه زکاتی به شما تعلق نمیگیرد. وقتی که به 40 گوسفند رسیدند، از 40 گوسفند یک گوسفندی رو باید به عنوان زکات بده. یک فردی 40 تا گوسفند داره که همیشه در بیابان میچرند، یک گوسفند زکاتشون هست. یا اینکه از 40 گوسفند گذشتن تا 120 گوسفند، یعنی فرض کن یکی 50 تا گوسفند داره، 100 تا گوسفند داره، 110 تا 120 تا گوسفند داره، باز هم همون یک گوسفند زکاتش هست. از 40 گرفته تا 120 یک گوسفند زکاتشون هست. وقتی که 121 گوسفند شدند، اون وقت 2 تا گوسفند رو باید به عنوان زکات بدهد. از 121 گوسفند گرفته تا 200 گوسفند 2 تا گوسفند باید زکات بده. یعنی اگر 130 بودن، 140، 150 تا 200 گوسفند که بودن، 2 تا گوسفند زکات داره. از 201 به بعدش، از 201 تا 300 3 تا گوسفند. از 201 تا 300 یک گوسفند و بعد از آن هر 100 گوسفند یک گوسفند دیگه اضافه میشه. یعنی اگر 400 بودن 4 تا، 500 بودن 5 تا، به همین منوال در واقع حساب بکنن، منتها به شرط این که اکثر سال در بیرون از خانه باشند و صائمه باشند، در بیابان خودشون بچرند. اما اگر کسی در خونه اینها رو نگهداری میکنه، زکاتی بر اونها لازم نیست، مگر در صورتی که برای تجارت باشند. مگر در صورتی که برای تجارت باشند. اگر کسی گوسفندانی رو در خانه دارد، خودش برایشون آب و علف تهیه میکند، منتها اینها رو برای خرید و فروش نگه داشته، کارش خرید و فروش گوسفند هست، در این صورت اینها جز اموال تجارت شمرده میشوند، زکات دارند، ولی اینکه در خونه آب و علف به اونها داده بشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن، گفتن که لمس کردن مادرزن با شهوت آیا زن انسان را بر انسان حرام میکند یا نه؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود داره در میان فقهامون، گونه که خود بیننده من هم گفتند که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این هست که در واقع طلاق واقع میشه. نه اینکه طلاق واقع میشه یعنی زن و شوهر از هم دیگر جدا میشوند، اما در این زمینه استدلال صحیح و صریح وجود ندارد. استدلال صحیح و صریح وجود ندارد و در واقع به خاطر کار حرامی که کسی انجام داده، مادر خانمش رو به شهوت لمس کرده یا فراتر از این کاری رو انجام داده باشه، گرچه این که گناهش چند برابر هست، مانند گناه معمولی نیست، گناهش بسیار زیاد هست، اما باز هم این جز مواردی نیست که دختر را در واقع حرام بکند. یعنی کسی با مادر خانم خودش به شهوت نگاه کرد یا با شهوت لمس کرد، از نظر جمهور علما زنش طلاق نمی شود و اینو نمی شود که بر مادر خانم اصلی در واقع اینو قیاس کرد. این وقتی که یک کسی با یک دختری ازدواج کرده باشه، مادرش بر اون حرام می شود. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. اگر کسی با دختری ازدواج بکند، مادر اون دختر در واقع محرمش هست و مثل مادر خودش میموند. اما اگر با یعنی
کسی با زنا این انجام بگیرد، این زنا چون که حرام هست سبب نمی شود که یک موردی که حلال باشد اون به صورت کلی در واقع اون را حرام بکند. در این زمینه روایاتی هست از تابعین و صحابه نقل شده، از اکرمه نقل شده شاگرد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی یکی همچنین موردی رو ذکر کردند پیش ایشان، گفت که تخطى حرمتین، دو تا حرمت رو در واقع این پشت سر گذاشته. یکی این که حرمت مادری رو نگه داشته، گذاشته از این مثلا زنایی رو انجام داده، گناهی رو که برای همه گناه هست اما اینجا در واقع گناه بیشتری هست. اما ایشون گفتند که لا تحرم علیه امرأته، اما زنش بر اون حرام نمیشه، که علامه ابن حجر رحمت الله علیه گفتند که این نقل صحیح است. گرچه برخی از فقها اینو قیاس کردند بر همون ازدواج شرعی، وقتی که یک کسی با یک دختری ازدواج میکند مادرش حرام میشود و نمیتواند که یک دختر رو با مادرش رو یک جا در نکاح خودش نگه دارد، پس بنابراین گفتند که اگر که زنایی هم انجام بگیرد این طلاق واقع میشود. به هر صورت انسان باید در این گونه موارد نهایت احتیاط را داشته باشد و هم خانواده ها باید در این زمینه مراقب باشند، مراعات بکنند احکام شرعی رو، و هم این که دیگران دامادها باید در این زمینه احکام شرعی رو میشه مد نظر داشته باشند، این احکام شرعی رو یاد بگیرند که مبادا ولو این که بنابر فتوای برخی از فقها در زندگیشون مشکلی ایجاد بشه. و نظر بنده این است که در این مورد طلاقی واقع نشده و این زن و شوهر همچنان برای هم دیگر زن و شوهر هستند، گرچه این کار یک کار بسیار زشت و خلاف شرع هست که گناهش از یک زنای عادی یا از یک لمس عادی با یک نامحرم گناهش بارها بیشتر هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن نماز خواندن پشت سر ولد زنا چه حکمی داره؟ تا جایی که ممکن هست انسان باید سعی بکند که آن کسی که پشت سرش نماز میخواند کسی باشد که اهل دیانت و تقوا باشد. اما این که فردی ولد الزنا باشد در نماز شما تأثیری رو نداره، یعنی نماز شما پشت سر اون صحیح هست و از نظر شرعی اشکالی رو نداره. منتها انسان باید سعی بکنه که بیشتر در جایی نماز بخونه، پشت سر نمازی امامی بیشتر نماز بخونه که به ایمان اون فرد، به تقوایش بیشتر اعتقاد داره و مشاهده میکنه، یا حداقل قلب خودش آرامتر هست پشت کدام امام اعتقاد بیشتری دارد پشت چنین سر چنین کسی نماز بخواند. اما اگر بالفرض تصور بکنیم که زنایی صورت گرفته باشه، زنا ثابت شده باشد و فردی والد الزنا باشد، باز هم از نظر شرعی نماز خوندن پشت سر اون درسته. کسی که نمازش برای خودش درسته برای دیگران هم از نظر شرعی درست، از اشکالی رو نداره. جزاکم الله خیر. بیننده برای سوالشون در مورد عبور کردن در جلو نمازخوان، نمازگزار چه حکمی دارد؟ ولی این یکی از گناهان هست که انسان جلوی نمازگزار عبور بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی وقتی که نماز میخوانید شما به طرف ستره نماز بخوانید، یعنی حتما وقتی که نماز میخوانید جلوی خودتون یک چیزی رو قرار بدهید که هر کسی از دور وقتی شما رو ببیند متوجه بشود که شما نماز میخوانید، یعنی بالشتی رو بگذارید، سنگی رو بگذارید یا چوبی رو بگذارید، هر چیزی رو که در دسترس است جلوی خودتون بگذارید و بعد نماز بخونید، خصوصا در جایی که شما احتمال میده کسی از جلوی شما عبور بکند. فلیصلی الی سترة ولیدنو منها، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که جلوی خودتون ستره بگذارید و به ستره نزدیک بایستید، یعنی فاصله نداشته باشید، و اگر کسی هم اومد از جلوی نماز شما رد بشود نگذارید که رد بشود، این با دست خودتون اشاره بکنید، نگذارید که این قسمتی که شما هستید تا جایی که سجده میکنید از اینجا عبور بکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر کسی که لا یعلم المار، اون کسی که عبور میکنه در جلوی فرد نمازگزار، اگر میدونست که چه اندازه این عمل گناه دارد این مدت طولانی رو در اونجا صبر میکرد، عبور نمیکرد، ولو اینکه 40 سال هم طول بکشه صبر میکرد که این فرد سلام بده و بعد از آن عبور میکرد، از بس که گناه بسیار سنگینی رو داره. هم گناه بسیار سنگینی رو داره برای خود فرد، همین که در نماز دیگران خدشه‌ای وارد شده و نماز دیگران رو خشوع و خضوعش رو به هم زدید. انسان بعد از این گونه موارد پرهیز بکند و اگر کسی خواست که جلوی شما رد بشود از نظر شرعی شما باید اشاره بکنید، با دست نگذارید که از جلوی شما عبور بکند. درست. جزاکم الله خیر. نماز وتر واجب است یا سنت؟
نماز وتر از دیدگاه جمهور فقها سنت مؤکده هست و بنابر روایت حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم اومده که یک فرد اعرابی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و سوال کرد که چه چیزی بر من فرض هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که نمازهای پنجگانه بر تو فرض هستند و زکات و بقیه موارد را هم توضیح دادند. بعد از این از وقتی که از مجلس خارج شدند گفتند که والله لا ازید علی هذا ولا انقص، من از این نه چیزی کم میکنم و نه اضافه میکنم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که افلح ان صدق، اگر راست گفته باشه در واقع نجات پیدا میکنه و کامیاب خواهد بود. از این حدیث استدلال کردند که نماز وتر جز سنت های مؤکده هست. روایت دیگری در مورد تاکید نماز وتر بسیار زیاد هست و احناف به خاطر تاکیدی که در این زمینه وارد شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه نماز وتر رو میخوندند و تاکید میکردند بر خواندنش و خصوصا بعضی از اصحاب رو سفارش میکردند به خواندن نماز وتر. نظر احناف این است که در حد وجوب هست، یعنی از بس که مؤکده هست این تاکیدش در حد وجوب هم میرسد. اما در دیدگاه جمهور فقها جز نمازهای سنت مؤکده هست، یعنی سنت عادی نیست. از میان تمام سنت ها تاکید بیشتری رو داره در کنار سنت نماز فجر. درست. جزاکم الله خیر. آیا زن و شوهر، آیا زن اجازه دارد که موهای شوهر را اصلاح کند و ابروی او را بردارد و موهاش را رنگ بزند؟ یعنی زن ابروی شوهر رو برداره یا مال خودشه؟ سوال این بیننده این بود که به خاطر شوهر کسی میخواد که ابروی خودش رو بردارد، آیا از نظر شرعی جایز هست یا جایز نیست؟ بله. موی شوهر رو برداره؟ نه، سوال این بود که خودش آرایش بکنه به خاطر شوهرش. از نظر شرعی رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمودند از این کار، حتی نفرین فرمودند کسی که چنین کاری رو انجام میدهد. زن و شوهر باید مقید به احکام شرعی باشند و شوهر نباید که زنش رو مجبور بکند که کار خلاف شرعی رو انجام بده. گرچه از برخی از فقها مانند فقهای احناف گفتند که در این زمین اشکالی ندارد، یعنی گناهش برمیگرده به خود اون شوهر و زن در این زمین گناهکار نیست. اما در هر صورت زن باید احکام شرعی رو مراعات بکنه و به خاطر اینکه شوهرش خواسته نباید خودش رو مورد نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. اما این آرایش در حدی که حلال هست حلاله، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. برای زن جایز هست که به خاطر شوهرش موی خودش رو رنگ بکنه، هیچ اشکالی نداره. شوهرش خواسته باشه اشکال نداره موی خودش رو کوتاه بکنه، جایز هست. موی صورتش رو و بدنش رو به قول معروف اصلاح بکنه، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره. فقط اون چیزی که در این زمینه ممنوع هست گرفتن موی ابرو هست. بقیه صورت هیچ گونه اشکال شرعی نداره. کوتاه کردن مو، رنگ کردن مو و حتی بی رنگ کردن ابرو از نظر شرعی اشکال نداره. فقط آن چیزی رو که ممنوع هست گرفتن و شکل دادن ابرو هست که جایز نیست. جزاکم الله خیر. یعنی برای پرسیدن که آیا میشود نمازهای به خاطر ضیق وقت نماز سنت قبلیه ظهر را به بعدی انداخت؟ بله، اشکالی نداره. وقتی که سوالشون این بود که امام نخواند نماز سنت قبلی رو، اشکالی نداره. وقتی که نماز فرصت نیست برای اینکه شما سنت قبلی رو بخونید اشکال نداره، مستقیما بروید نماز فرض رو بخونید و می توانید که نماز سنت قبلی رو بعد از سنت ها، بعد از نماز فرض بخونید و تفاوتی نداره. بعد از نماز فرض شما میتونید هم 4 رکعت رو اول بخونید، یعنی 4 رکعت سنت قبلیه رو، و همین که 2 رکعت سنت بعدی. هر دو صورت به صورت کلی جایز هستند، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره. اما اولاتر و بهترین است که اول همون 2 رکعت سنت بعدیه رو بخونید و بعدش 4 رکعت قبلیه رو. اگر برعکس هم انجام دادن هیچ گونه اشکالی ممانعتی وجود نداره. خوارج چه کسانی هستند؟ خوارج اون گونه که در تاریخ اسلام ثبت شده گروهی هستند که خروج کردند بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه با اونها درگیر شد و جز مشخصه های اونها تکفیر مسلمانان بود به خاطر انجام گناهین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، مانند حضرت علی رو و با حضرت معاویه رو مثلا تکفیر می‌کردند و معتقد بر این بودند که انسان به خاطر انجام گناه کبیره کافر می‌شود. اولین گروهی بودند که در اسلام در واقع ایجاد شدند و به انحراف رفتند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم با اونها در واقع جنگید و مشخصهشون این بود که مرتکب گناه کبیره رو
در واقع کافر میدونستند، مانند معتزله که معتقد بودند کسی که مرتکب گناه کبیره باشد از اسلام خارج هست اما در کفر داخل نیست، میگفتند منزلتون بین المنزلتین. اما خوارج از اونها هم گام را جلوتر گذاشتن، گفتن هر کسی که گناه کبیره مرتکب بشود در واقع کافر میشود. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تموم شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان نیز هستیم. ما را از دعای خیر خودتان نیز محروم نکنید و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك